صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ. باب 3: رستاخیز آریانا و نفوذ دولتداری و تمدن الینی، اصطلاح اسکندر مقدونی و تلاش‌های استقلال خواهی مردم باختر و سغد. ولی این دیوارهای استوار و دروازه‌های بزرگ رخنه‌ناپذیر در نزد عزم و اراده کشورکشایی‌های کوروش کبیر و مکر سرلشکری او گابریا در نپایید، در حالی که والتسر پسر شاه بابل نبانید از استواری دیوارهای شهر خاطر جمعانه مشغول عیش و عشرت و مینوشی بود. دروازه‌های بابل را جاسوسان زرخرید به قول کاهنان عبادتخانه اسگیل بر روی لشکر کوروش کشادند. در طول چند ساعت سراسر شهر و قصر با شکوه شاهنشاه ضبط گردید و حامی شهر والتسر سرخوش را بسا آسان غفلتگیر نمودند. روحانیان مکار آنگونه که کوروش کبیر را با عزت و اکرام تمام استقبال نموده به سر او تاج شاهنشاهی بابل را نهادند. بعد گذشتن 2 عصر عیناً با همین منوال اسکندر مقدونی را نیز در معبد آوازه‌دار اشتر به سرش تاج میراثی شاهنشاهی هخامنشی را گذاشتند و او را شاهنشاهی بابل و 4 سمت عالم نامیدند. و اسکندر مثل کوروش کبیر شهر آوازه‌دار بابل را پایتخت دولت خود اعلام کرده در آغوش فرح افزای باغ معلق چندین ماه فراغت نمود و خستگی دور و دراز جنگ و لشکرکشی ها را برآورد. سپس اسکندر شهرهای کهن‌بنیاد شوش، استخر و پایتخت آوازه‌دار پارسا پرسپولیس را ضبط نموده به لانه شاهنشاهان هخامنشی وارد گشت. قصرها و عبادتخانه‌ها را به خاک یکسان نمود. چندین کتاب‌های مقدس زردشتیان از جمله اوستا را سوزانید و بسیار روحانیان را گرفتار تعقیبات و نابودشوی کرد. جنگاوران غنیمت بیشمار به دست آوردند و لشکر اسکندر در پرسپولیس 4 ماه دم گرفت. جاسوسان خبر دادند که دارای کدومان بعد شکست در محاربه گوگمل با پایتخت سابق مادها شهر اکباتان یعنی همدان فرار کرده است. اسکندر با لشکرش اتریادهای نو را همراه نموده صفهای آنها را پره نمود و با فرارسی بهار سال 330 پیش از میلاد سوی اکباتان شتافت. با قول مورخ و واقعه‌نگار دربار کلیترخ لشکر سواره در طول 15 روز 6000 استادی راه را پی نموده با همان سرعت تعجیلی شهر را اشغال کردند. آخرین خزینه های دارای کدومان به دست اسکندر افتاد و او سوی گرگان فرار نمود. جنگاوران به 3 تقسیم شده توسط 3 راه سوی گرگان شتافتند. دیروز تنگنای دروازه گرگان را پس سر گذاشتیم. در پیش شهر راگ یا رای است که در آنجا دارای کدومان نهان شده است. اکنون او از ما رهایی ندارد. ولی به بخت این واقعه‌نگار هنگامه‌جوی دارای کدومان گرفتار قصاص لشکر اجنبی نگشته با سپارش خویشاوندان خویش والی باختر 20 از جانب سرلشکر نبرزند و والی ارخازیا و درنگیان برزین کشته گردید. دیر نگذشته به اسکندر مقدونی خبر رسید که جسد آغشته به خاک و خون دارای 3 در گوشه خوابیده است. اسکندر به بالای جسد حاضر شده از سرباز کی بودن مرحوم را پرسید. سرباز پاسخ داد که تا آمدن اسکندر مقدونی او را صاحب تمام خلقها و کشورهای عالم از طلوع تا غروب آفتاب شاهنشاه دارای کدومان می نامیدند. موافق اخبار تاریخ طبری ابوعلی بلعمی منظره مرگ دارای 3 دیگر خیلتر تصویر شده است و این دارا مرد بود ستمکاره و خلق او را دشمن گرفته بودند. همه سپاه بر وی آزرده بودند
аз бедодиҳо ки карда буд, аз кибру ҷабборӣ ки дошт. искандар бо ҳоҷибони хеш биёмад ба наздикии Доро ва ӯро бидид бар замин ба хок андарҳа мегашт ва хун аз вай ҳаме рафт. ва сари Доро бар канор ниҳод ва хок аз рӯяш пок кард ва ӯро малик хонд ва гуфт: ё малик, нахостаме ки туро чунин дидаме, на аз ман омад бар ту ва аз касҳои ту омад бар ту. акнун ҳар ҳоҷате ки дорӣ бихоҳ ва бифармой. Доро чашм боз кард ва гуфт: маро ба ту 3 ҳоҷат аст. яке хуни ман нагузорӣ ки ботил шавад ва дигар духтари маро равшанак ба занӣ кунӣ ва 3 дигар меҳтарони аҷам некӯ дорӣ ва эшонро барда накунӣ. искандар гуфт: ҳар 3 ҳоҷат раво кардам ва Доро бимурд ва искандар ӯро ба тобут андар кард ва дигар рӯз ба тахти Доро биншаст. саҳифаи тоҷикон дар оинаи таърих идома дорад.